سوال دیگر گفتن استاد گفتن سخنهای بیهوده رو چگونه بس کنیم؟ آیا پیغمبرمون در این باره یگان چیز گفتن یا نه؟ خب برادرای عزیز و گرامی، سخنهای بیهوده، سخنهای بی‌معنی، سخنهای مالایعنی، اینها را طریق بحث کردنشون همش از روی توفیق، از روی همون ایمانداری وابستگی داره. اگر چندی که ایمان دادر عزیز اگر ضعیف باشد، توفیق بسیار سست باشد، دیگر نمی هر چی که از زبانت آمد گفتن میگیری. لیکن اگر ایمان قوی باشد، اگر به شرط تو بدانی که مقصد الله مهربان در سوره قاف برای ما گفته است که و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. اگر به این آیت خوب اندیشه کردگی باشی که خداوند میگه هر یک حرفی را که میگوی این حرف ها در نامه اعمالت نویسانده می شود و تو برای این سخن پیش خداوند جواب میگوی. اگر تو به این آیت قرآن تکیه کنی، هر آینه دادر عزیز هیچ وقت سخن بیهوده نمیگوی. برای همین پیش راه تر فقط توفیقت، ایمانت، فکر آخرتت، همین ها میتونه که زبان تر مقصد تربیه کنه، زبان تر درست کنه. همین ای راه حلش. سوال دیگر دادن گفتن آیا همین جین ها یا شیطان ها، همین جین و شیطان همش، شیطان بگیم پدرشون، این جین ها همه فرزندای همون شیطان هم، فرزندای همون عزازیل هم. الله مهربان گفت کل نفس ذائقة الموت. این الله مهربان اشاره کرده است که هر کسی که حیات داره، هر کسی نفس میکشه، هر کسی که مقصد جان داره حتما مرگ میچشه. خواه او جین است، خواه انس است، خواه مقصد ملائکه است، خواه حیوان است، خواه پرنده است، چیز زنده ای که باشد همه اینها شربت مرگ میچشن. یگانه ذاتی که در این دنیا باقی میماند این الله ذوالجلال است برادر است. دیگر همه دنیا را پدرود میگن. سوال دیگر گفتن در گوش کودکامون یعنی نوزاد از آن میگویند آیا این در یگان حدیث آمد است یا نه؟ ولی دادرها و خواهرای عزیز، ما در جامع ترمذی یا در سنن ترمذی در این باب حدیثی داریم، راویش ابی رافع هست رضی الله عنه که اسناد حدیث امام ترمذی حسن میگه، صحیح میگه که پیامبرمون در گوش حضرت امام حسن از آن گفتند. برای همین اگر چندی بعضی از محدثین هم در این اختلاف دارن، میگن نه این حدیث حکمش ضعیف است، یعنی حدیث ضعیف است، لیکن در برابرش گفتن که یک امر مستحب است، یعنی یک اصل شرعی داره. اگر این کارم که در حق فرزندان کنیم مثلا یگان جایی گناهش نیست. برای این کودکایی که از ما تولد میشوند تا 7 روزگیش حرکت کنیم که شما در گوششون اذان بگین. بعضی ها میگن همین اذان چه خیل گفتن در کار. مثلا شما میتونید که حتی در دستتون بگیرید، طرف گوش راستش بیارین اذان بگین، با مقصد بگردونش این طرف گوش چپ شده میتونین که قامت بگین، چه که قامت نماز میگیم، چه که اذان برای نماز میگیم، گوش راست شده اذان میگیم، گوش چپ شده مقصد قامت میگیم. درسته؟ میتونیم اگر در زمین هم که مانیم ای طرفی راستش اذان بگیم، ای طرفی چپش قامت بگیم. هر طرف مثال هر خیلش اجازت هست. برای این گفتنش ثوابه، گفتنش اصل شرعی داره، یگان جای گناهش نیست که وقتی ما همین کار در حق فرزندامون انجام بدیم.
وقتی از آن که بود کردیم بعد دستمون برداریم بعد در حق آینده یعنی فرزندگونم دعا کنیم. سوال دیگر، اگر ندانی که نمازت لباسی که پوشیده لباسی نمازی نیست، نمازت قبول میشه؟ نه قبول نمیشه. وانا برای آنه که لباسی ما قبول شود یکی جای نمازخانی باید پاک باشه، دیگر لباس ما باید پاک باشه، صاحب طهارت باشه، بعد مقصد نماز ما درست میشه. اما قرآن میگه یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. در سوره مدثر خدای مهربان میگه نمازاتون راست بخونین و لباساتون پاک کنین، بعدا در نماز ایستید. برای اگر یکی مبادایی که بینماز باشد غیر همین اگر لباس نباشد شما میتونید که با همون لباس نمازتون خوانید. اگر غیر همین لباس نباشد امکان عوض کردنش نباشد بخونید. لیکن اگر به شرطی که فراموش کرده باشی که من با لباس بینماز خواندم این نماز ایسری نباید با اعاده کنی. کی به یادت زد؟ اگر وقتش گذشته باشه قضا همون رو با ایسر بخون. در وقت نماز چشم ها را پوشیم قبول میشه، نماز قبول میشه، لیکن ترک سنت های. باید در درون نماز چشم ها هیچ وقت پوشیده نشود. دائم چشم های ما در حالت قیامم، رکوعم، در حالت سجدم همه وقت باید چشم ها کشاده باشد. کشاده نگه داشتن چشم سنت های. پوشیدش کراهیت پیدا می شود، لیکن نماز درست می شود. آیا پیامبرمان را پدر گوییم جایز هست یا نه؟ یعنی پیامبر اگر مقصد همچون پدر ما گوییم نه، چیزی را که الله مهربان اجازت نداده است ما نمیتونیم که مثال در باب مادرها که ازواجه و امهاتهم قرآن که میگه زنهای پیامبر مادراتونای ما میگیم مادرمان عایشه. سالگان جایی یعنی نادرستیش نیست، زیرا که خداوند زنهای پیامبر مادر گفت، اونا حق یا حکم مادری دارن. لیکن پیامبر مانا برادر عزیز ما میگیم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یا پیامبری خوب و نیک نازنین مان چنین فرمون، نمیگیم پدر ما، زیرا الله مهربان از پدر گفتن من کرده گید. سوره احزاب ببینید آیت 40 خدا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیم. خداوند میگه که پیامبر به یگان نفر تو پدر نیست. یعنی اینا نمیشه که بگوی پدر مای پدر خان مای، اینا نمیشه. ولکن رسول الله و خاتم النبیین، بلکه این رسول الله است و آخران پیامبر ای نزد الله است. مادام خداوند پیامبرش خوان رسولش خوان ما حق پدر گفتنش نداریم. نماز استغفار رو چگونه بخونیم؟ من درباره یک بار معلومات داده بودم. اینا نماز توبه هم میگن. همین استغفار به معنای توبه. ما حدیث حضرت ابی دردار هم آورده بودم راویش، حضرت ابوبکر صدیق هم آورده بودم که امام احمد هم انا در مسندش آورده بود، انا امام ترمذی هم آورده بود که هرگاهی که بنده یک گناهی را که انجام داد میگه 2 رکعت نماز بخونه. یعنی 2 رکعت نماز فقط همون 3 وقتی که وقت طلوع و قیام و غروب می شود، همین 3 وقتی خواندن هیچ نماز نیست که را از روی اینترنت هم شما میتونید ببینید که آفتاب رامدن کیای، قیام کیای، مثال نشستنش کیای. دیگر در غیر همین همه وقت
شما میتونید که همین 2 رکعت میره طهارت میکنی، میای نیت میکنی که نیت کردم میگذارم 2 رکعت نماز توبه. اگر به زبانم که نگوی به قلبم که اگر همین مقصد خواندن نماز استغفار یا توبه باشد، الله اکبر میگوی 2 رکعت رنگ همین نماز بامداد داری، هر شب به سوره میخونی، سلام دادی، دست میبرداری، میگوی الله مهربان، هر یک خطاهایی که کردم، گناهایی کردم، گناهات به یادت باشد، به زبانت بیار که من فلان فلان گناه را کردم، خدای مهربان به همین خاطر جای نماز را پرتافتم، به همین خاطر دست ما برداشتم که گناه ما ببخش. همین نماز استغفاره. هر کسی که برای رفع شدن دور شدن گناهاش اگر این کار کند، ما در حدیث خواندیم که غفر له، خداوند مغفرت گناهش میکنه. لیکن چقدر نماز با تضرع بخونه، با خشوع بخونه، با شکستگی بخونه، با خجالت و شرمندگی بخونه که پیش الله مهربانش در این گناهگاره، این گناه کرده.